امیست که هر نوع عقیده کفری و شرکی گناه را باید دور باشی و جهاد به زبان در برابر از اونا جهاد کنی و جهاد به دست. این حالی جهاد چطور میشه که علم جهاد اول ما و شما تمام علما در اتفاق دارند که مسلمان در عین وقت که در برابر ظالما و کافرای متجاوز جهاد میکنن، مثل که در برابر روسا این کار کردن، در عین وقت در برابر نفس ظالمش که این را به گناه میکشانه جدی جهاد داشتن. و او به این تو میشه که علم حاصل کنه، قرآن یاد بگیره، سنت یاد بگیره، زندگی پیامبر یاد بگیره، در راه علم تکلیف برداشت کنه. تا که علم یاد نگیری نمیشه. مردم ما شما اینمی جهادی که در طلب علم است و باز عمل به علم عمل کردن و باز به دیگران رسانیدن، بیان کردن علم و تطبیق از این علم، تطبیق قرآن، تطبیق اسلام و تطبیق سنت، تنفیذش. یعنی تو مرحله و مرحله در عین وقت این کار هم انجام بده. بدون علم باز نمیشه. ما و شما اینجا درس ها اعلان میشه که زمستانی بیاین درس بخونید. قرآن است، حدیث است، سیرت است، عقیده است، ای است. هیچ ببینی همون مردم که هیچ به فکر خود روان است. یک آیت که پرسون باز میخوانه او را غلط میخوانه، معنا میکنه ازش کم خود معناش میکنه. باز مفتی هم است، علمم نداره و فتوا هم میده. در ارتباط فضیلت جهاد، حکمش در عام حالات که کافر در سرزمین اسلام تجاوز نکنه فرض کفایی است به اجماع مسلمان. فرض کفایی که جمع مسلمان ها جهاد کرد از گردن دیگرایشان ساقط میشه. اما زمانی که کافر تجاوز کرد در خاک مسلمان باز فرض عین است با بالای کل مسلمان. دیام اجماع و اتفاق است و دلایلش در قرآن زیاد است. انفروا خفافا و ثقالا وجاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. در دو حالت، یکی در میدان جنگ مجاهد آمد جهاد سرش فرض عین میشه نباید فرار کنه، دوم که کافر در خاک حمله کرد. و فضیلتش بسیار زیاد است. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم شما رسالت و بعثت پیامبر که بخوانید در دو مکان یا دو مرحله داره. یکی در مکه است، شهر مکه که فعلا در عربستان است، در سعودی. 13 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر حاکم کردن دین الله اونجا دعوت داد و مبارزه کرد. در این 13 سال از حکمت دعوت کار می گرفت مطابق حکم الله. دست به جنگ، دست به اسلحه، دست به قوت نظامی نزد، فقط دعوت میداد، تلاش میکرد قناعت عقلیشان فراهم شد و مردم اسلام رو بپذیرند است. کفر و شرک و ظلم مانع شود، عدالت حاکم شود در دنیا، قانون الله حاکم شود. اما اونا نه که قبول نکردن، بلکه مسلمانان را شکنجه دادن، بندی کردن، زجر دادن، حتی کشتن، حتی زن کشتن، سر زن هم رحم نکردن. که اولین شهید خبر دارین که سمیه است رضی الله عنها، الله درجات جنت برش نصیب کنه. اولین شهید اسلام یک زن. بعد از اینکه اونا مانع گپ شد، مسلمان ها را حتی از کشورشان بیرون کرد، یک آزادی عقیده، عبادت، اطاعت نبود. الله حکم کرد که هجرت کنن و پیامبر هم دستور داد، حکم الله را عملی میکرد. هجرت به طرف کشورهای افریقایی. بعد از او به طرف مدینه روشنی پیدا شد، هجرت کردن و در اونجا اکثریت مدینه مسلمان ها را استقبال کردند و یک جامعه امن جور شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد اساس و پایه های جامعه اسلامی، حکومت و دولت تحت آبگذاری کرد و یک حکومت بسیار قوی به اندازه که در اونجا قانون تطبیق کنه ایجاد کرد. بعد از این دشمنای کفار، دشمنای اسلام، چه از مشرکین عرب و غیره، سر مسلمان ها تاخت و تاز کردن. چرا اینا یک حکومتی دارن که قانون ما در اونجا نافذ نیست؟ اینجاست که حکم الله آمد که اجازه قتال داده شد. الله گفت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. اجازه داده شد از برای کسایی که ظلم شد سر مسلمان ها.
یقاتلون کسایی که به امروز یا جنگیده شد دیگرها جنگ میکنن و اینا جنگ ندارن. اجازه چی داده شد؟ قتال، جنگ. چرا؟ به انهم ظلموا، به خاطر که ظلم شد سرایشان. و ان الله علی نصرهم لقدیر، بدون شک الله به نصرت و مدد و کمک از اینا و شکست کفار قدرتمند است. اینجاست که پیامبر الله جهاد شروع کرد و الله امر کرد که وقاتلوا الذین یقاتلونکم فی سبیل، وقاتلوا فی سبیل الله، قتال کنین به خاطر حاکمیت دین الله. الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، کسایی که با شما می جنگن بجنگید. اول میگم پیامبر صلی الله علیه و سلم قتال شروع شد به حکم الله، قتال، جنگ بر حق به خاطر حاکمیت اسلام و عدالت در کل دنیا. وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین كله لله. سعی کنین هدف قتال بیان کرد فی سبیل الله، مقدس باشه، خواهشاتتان تطبیق نکنین. دومی که حتی لا تكون فتنه، فتنه، کفر، شرک، ظلم، فساد از روی دنیا برچیده شد. و یکون الدین كله لله، دین، قانون و نظام کلش مختص برای الله شد. اللهی که زمین پیدا کرده، آسمان پیدا کرده، انسان پیدا کرده، نعمت‌ها را در اختیارش مانده، قانون باید از او باشه در روی زمین. قانون انسان ظالم کافر نباشه و به خاطر نجات انسان‌ها از بندگی مخلوق با بردنشان به عبادت و اطاعت خالقشان قتال کنند. و پیامبر می کار انجام داد. در 10 سال جهاد شبه جزیره عربستان فتح شد، مکه فتح شد، مسلمان‌ها قوی شدند. امپراتورای دنیا روم و فارس حمله کردن، حملهشان عقب زده شد. بعد از اینکه خلفای راشدین آمد، ابوبکر و عمر و عثمان، اسلام در اکثریت نقطه‌های دنیا رساند و کشورهای پرقدرت دنیا رومی ها و فارسی ها را شکست دادند. مسلمانان در خلافت عمر رضی در رأس قدرت دنیا قرار گرفت. اما از نگاه سیاسی دنیا را رهبری میکردند و اما از نگاه اقتصادی و اما از نگاه اجتماعی و قوت‌های نظامی. و در دنیا عدالت، جایی که حکومت اسلام بود عدالت حاکم بود. که حتی حال کافرها از عدالت خلافت عمر یاد میکنه. گوستاو لوبون فرانسوی را ببینید، جورجی زیدان یک مسیحی است، تمدن اسلام و عرب نوشته کرده، تاریخ تمدن نوشته کرده، اونا شاهدی میتن. میگه کافرام در امن بودن، بسیار میگن یک حکومت عادل، بسیار یک نظام خوب بود و شاهدی میتن کافرها غیر مسلمان ها. ولی زمانی که مسلمان ها پس سست شدن برای تطبیق اسلام، بر دنیا روی آوردن، دنیا پرست شدن، دنیا خواه شدن، در فسق و فساد گناه مصروف شدن، الله و نعمت گرفت همو حکومت. اگر که حکومت الله بسیار دوام داد تا 13 قرن ادامه پیدا کرد، حکومتی را که پیامبر ایجاد کرده 1300 سال بعد از او توسط خود یک مسلمان که از طرف کفار تربیت شد، اون حکومت سقوط داده شد. یعنی اینا کوشش کردن که مسلمان ها را عقیدهش و باورهایش، ایمانش از بین ببره. اینجاست که الحمدلله اینمی کلمه جهاد مقدس است که همیشه ما و شما را از شر کفار و شر ظالمان نجات دادگی است. والله در قرآن میگه که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل علی العالمین. اگر نمی بود فضل الله، ولولا دفع الله الناس، دفع کردن الله مردم، بعضهم به بعض، بعضی از اینا که کافر و ظالم است، به بعض مصلحین، مجاهدین، عدالت خواها، لفسدت الارض، زمین فاسد میشد، زمین کفر حاکم میشد، ظلم حاکم میشد، فساد حاکم میشد. ولكن الله ذو فضل علی العالمین، لیکن الله صاحب فضل به بالای عالمیان. شوروی ها، روس ها، اتحاد جماهیر شوروی، کل دنیا از صدایش میلرزید، هر کدامش میفسر معامله میکنه. یک کافری که بی خدا، بی دین، الله را قبول نداره، خالق قبول نداره، آفرینده را قبول نداره، سری سرزمین حمله کرد. ولی نمی جهاد بر حق بود که اونا را شکست داد، پوزشان در خاک مالید و تمام. غیر از که افغانستان آزاد شد، حتی کشورهای کفری هم آزاد شدن، اروپای شرقی. شر از اونا بسیار دیکتاتور بودن، غیر از که کافر بودن، ظالم بودن، دیکتاتور، آدم کش.
که حتی می استالینه که ببینین یکی از رهبرایشان است، میگن 19 میلیون انسان کشته. 19 میلیون، فکر کنید. ولی بعضی مسلمانای ما هم داشتیم که فریب از اونا را خورد، زنده باد مرده باد، او را گفته سوسو می دویدن. کور کالی دوڑای چیز شانم همی بود، شعارشان کور خانه کالی لباس دوڑای نان. وطن تان جور میکنیم، اشکم تان سیر میکنیم، هیچ نسیر کردن نه دیگه هیچ کاری نکن، کلش دروغ، فریب. کافر همیشه دروغ میگه، استعمارگر همیشه دروغ گویه، مسلمان فریب میده. پس ما شما باید به اهمیت باره فضیلتشان ما بسیار احادیث آیات بود، وقت ما پوره شد. یعنی جهاد مقدس، این جهاد برحق، این بزرگترین نعمت است، یک فریضه است، یک مسئولیت است. انواع زیادی داره که حتی 13 نوش علامه ابن قیم گفته. غیر از اینکه در برابر کفار جهاد علیه نفس، علیه خواهشات، علم، فهم، تطبیق اسلام، ما شما باید بخش های زیر یاد بگیریم و عملی کنیم و با اینمی عمل و با اینمی عمل جهاد و کلمه حق و جهاد بر حق میتونیم که عدالت در دنیا حاکم کنیم و کشورهای ظالم و کافر دنیا را در هر جای دنیا که باشه شکست بدیم. الله بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. تکمه کن به دنیا وفا ندارد، تکمه کن به دنیا